بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز قسمت دوم از داستان جعفر ابن ابی طالب رضی الله عنه رو با هم میخوایم بخونیم. اگه یادتون باشه به اونجا رسیدیم که ام سلمه رضی الله عنها نقل میکنه که ما در حبشه جایی گرفتیم، بالاخره شرایط خوبی داشتیم از نظر عبادت و زندگی بدون هیچ دغدغه، و سران قریش وقتی متوجه شدن که شرایط ما این گونه هست، دو نفر از ورزیده ترین افراد خودشون که یکی عمرو و عاص بود به همراه هدایایی به سمت نجاشی فرستادن و هدایایی هم برای اون کشیش‌ها و علمایی که اطراف بالاخره نجاشی در اون دربار بودن. و به اینجا رسیدیم که عمرو و عاص برای هر کدوم از این علما و اون کشیش‌ها یا اسقفایی که اونجا بودن هدایای خاصی گرفته بودن. برد قبل از اینکه با نجاشی ملاقات کنه به همه اینها هدایا رو داد. کسی دیگه نمونده بود که از این افراد هدیه نگرفته باشه، به همه هدیه داده شده بود، با همه هماهنگ کرد که فردا من وقتی کنار نجاشی صحبت کردم و شرایط رو مطرح کردم شما من رو حمایت کنید و حرفای من رو تایید کنید. اونم قبول کردن. فرداش شد، بالاخره عمرو و عاص اومد کنار نجاشی، گفت فلانی، گفت میدونی چیه؟ گفت بله در سرزمین ما یه تعداد جوان پیدا شدن، جوانان کم عقل و بی خرد و بالاخره عصبی و دین پدرانشون رها کردن، دین اجدادشون رو رها کردن، اومدن بین ما اختلاف ایجاد کردن، شرایط امنیتی ما رو به هم زدند و فلان اینها، و از شما میخوایم که به ما کمک کنید، اینها رو تسلیم ما کنید، ما اینها رو برگردونیم، اینها بالاخره نظر امنیتی مشکل ایجاد کردند و اینجور مسائلی که وجود داره. و به همین نظر ما گفتیم که شما ببینیم با ما همراهی کنید. نجاشی خب این شنید، با اینا رفاقت داشت، دوستی داشت، سخنانشون هم قانع کننده بود، افرادی شورشی و فلان و فلان از اون سرزمین اومدن، با این اسقفا و بالاخره کسایی که اطرافش بودن علما صحبت کرد. شما چی میگید؟ اونا گفتن بله تحویلشون بده، اینجوریه. و واقعا دیگه چیزی نمونده بود که نجاشی تصمیم بگیره که چه بکنه. ام سلمه نقل میکنه، میگه اما این سخن عمرو و عاص و این سخن کسی که همراهش بود نتونست با اون تایید اونها نجاشی رو قانع بکنه. بعد میگه خب اینا برای نجاشی هم یه سری هدایا آورده بودند و بالاخره این حرفا رو که زدن، نجاشی گفتش که خب من بعد با اینا صحبت بکنم، من با اینا صحبت میکنم ببینم داستان چیه، بعد اون موقع نظر میدم. خب اونا هم دیگه موندن دیگه، وقتی این شرایط رو دیدن که نجاشی مطرح کرده دیگه چیزی براشون نبود. به طرفی نجاشی هم ناراحت شد، گفت چرا ما باید کسانی رو تسلیم بکنیم اونم به خاطر هیچی؟ بذار من اول باهاشون صحبت بکنم ببینم چه اتفاقی افتاده. کشیشا رو به نجاشی کردن، خب اینا از همون قوم قبیله خودشون اومدن، افراد شناخته شده هستن، ببین هدایا هم آوردند و فلان، اینها بهتر میدونن که اینا چی بودن، چه شدن، چه کردن، شما هم حرف اینا رو گوش کنید. و نجاشی عصبانی شد، گفت نه، قسم به الله که من اینها رو تسلیم نمی کنم تا مگر اینکه من بفهمم چه اتفاقی افتاده و برای چی من باید این کار رو انجام بدم. و اینجا بود که نجاشی فرستاد که این مسلمانان رو بیان اونجا باش ملاقات بکنن. میگه بالاخره ما در مسیری که داشتیم میرفتیم قرار ملاقات کنیم، گفتیم چیکار بکنیم، کی صحبت کنه؟ گفتیم جعفر ابن ابی طالب صحبت کنه، ایشون سخنگوی ما باشه، کسی دیگه سخن نگه. در هر صورت میگه ام سلمه میگه ما رفتیم پیش نجاشی، بعد دیدیم که بله اونجا بالاخره اون نجاشی در بالاخره رو تخت خودش نشسته و پادشاهی دیگه، اونم کشیش‌ها هم دور تا دورش بودن، در چپ و راستش نشسته بودن با اون لباس و عبا عمامه‌های ویژه روحانیتی که همه جا میبینید بدبختی وجود داره در هر دین و مذهبی، و کتاب‌های خودشون هم جلوشون گذاشته بودند و نگاه می‌کردند و مثلا خب اهل علمن. دیدیم بله عمرو و عاص و عبدالله ابن ابی ربیعه هم اونجا نزد نجاشیه. میگه وقتی که ما اونجا در مستقر شدیم و فلان، یه نکته خیلی جالبی وجود داره، خب همه تعظیم میکنن، ما میگه تکو تعظیم نکردیم. اونها خوشحال شدن، گفتن نگاه کنید اینا تعظیم نمیکنن، اینا مثلا در برابر نجاشی شما میدونید مثلا به رکوع میرفتن، تعظیم میکردن، احترامات ویژه، گفتن نگاه کنید همین خودش سبب میشه این برخورد بشه. که بعد ازشون سوال میشه شما چرا این کار نکردید؟ میگه با پیامبر ما اجازه نمیده برای کسی جز الله ما به رکوع و سجده بریم و تعظیم بکنیم. در هر صورت نجاشی صحبت کرد که شما بگید ببینم داستانتون چیه؟ کی صحبت میکنه؟ گفتم جعفر. گفت این دین جدیدی که شما صحبت میکنید ازش، که دین آبا اجدادی خودتون رو رها کردید و به این وضعیت در آوردید، این داستان این دین چیه؟ حقیقت این دین چیه؟ و شما واقعا چه اتفاقی افتاده که این کار رو دارید انجام میدید؟
و ما میخوایم بدونیم که شما حقیقت رو بدونیم. این حرفیه که حالا نجاشی رو به اینها کرده. اینجا جعفر دیگه شروع کرد گفت ای پادشاه خوب گوش کنید، ما یک قومی بودیم در جاهلیت بودیم، بت‌ها رو واسطه پرستش خودمون خدا قرار میدادیم و تقرب‌های خودمون رو به این بت‌ها می‌کردیم، نظر و نیازمون پیش اینها بود، مثل همین زیارتگاه‌ها و قبرهایی که وجود داره و ما گوشت مردار می‌خوردیم، چرا که این گوشت‌های قربانی که اینا میشد برای این بت‌ها دیگه مردار بود، میته بود، حرام بود دیگه، اینها رو ما می‌خوردیم و اعمال زشت و فواحش رو انجام میدادیم، صله رحم رو قطع میکردیم، متاسفانه بسیاری از رفتارهای دیگه به همسایه هامون توجه نمیکردیم، قدرتمندا گردن کلفتا حق ضعیفا رو پایمال میکردن، تا اینکه خب خداوند یه رسولی رو برای ما فرستاد، یه فرستاده ای رو فرستاد که ما هم میدونستیم پدر و آب و اجدادش کیان، هم صداقتش رو میدونستیم، هم آدم امانتداری بود، هم آدم عفیف و پاکدامنی بود. خب ما رو دعوت کرد به سوی الله واقعی، گفت فقط الله رو پرستش کنید، دست از این بت و بتکده ها و واسطه ها و قبرها و زیارت ها دست بردارید. و ما که خب دیده بودیم که این پدران ما دارن یه مش سنگ و تخته و چوب و زره و آهن و گنبد رو دارن پرستش میکنن. خب ما هم که میدونستیم که اون داره ما رو به صداقت در فرمان میده، میگه به ما فرمان داد که ما سخن راست بگیم، امانت رو ادا بکنیم، صله رحم به جا بیاریم، با همسایگانمون نیکی بکنیم، دست از حرام برداریم، خون مردم رو بیگناه نریزیم، دست از فساد و فحشا برداریم، سخن دروغ نگیم، مال یتیم رو نخوریم، زنان پاکدامن رو تهمت نزنیم. خب این به ما این چیزا رو سفارش کرد، فرمان داد، به ما فرمان داد فقط و فقط الله رو پرستش کنیم، برای الله نذر و نیاز کنیم، برای الله رکوع کنیم، برای الله سجده بکنیم. به ما فرمان داد که برای الله عبادت کنیم، نماز بخونیم، زکات بدیم، روزه رمضان رو بگیریم. و خب ما هم حرفش رو تایید کردیم، قبولش کردیم و بهش ایمان آوردیم بالاخره و قبول کردیم اونچوری که ایشون از جانب خدا آورده بود و حلال دونستیم اونچوری که خدا به ما فرمان داده و حرام دونستیم اونچوری که خدا بر ما حرام کرده. اما میگه ای پادشاه این قوم ما در عوض این که حقیقت رو بفهمند به ما حمله کردن، مورد آسیب و اذیت و آزار و شکنجه و اینها قرار دادن تا ما رو دوباره برگردونن به پرستش بت‌ها و به واسطه‌گری این بت‌ها و به اینی که ما دوباره به این قبر و زیارتگاه‌ها و به امثال اینها برگردیم. و به ما همچنان ظلم میکردن، ستم میکردن، شرایط زندگی رو بر ما تنگ کردن و دیگه ما چاره‌ای نداشتیم جز اینکه سرزمین خودمون رو ترک کنیم و به سرزمین دیگه‌ای بریم، یا بعد میموندیم و میمردیم و نابود میشدیم یا تسلیم اینها میشدیم. و خب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما گفتید که برید به سرزمین حبشه که پادشاهی عادل داره و اون شما رو حمایت خواهد کرد. میگه نجاشی رو به جعفر کرد و گفت آیا تو از اون چی که پیامبر خدا میگه از جانب خدا آورده چیزی هم داری؟ میگه بله داریم ما. گفت چی داری؟ بعد شروع کرد آیاتی از سوره مریم رو خوندن، کاف ها یا عین صا ذکر رحمت ربک عبده زکریا، بیار اون روزی که پروردگار تو از بنده خودش با بنده خودش زکریا چیکار کرد؟ بهش اون رو یادآوری کرد، بهش رحمت داد. از نادا ربه نداء خفیا زکریا. خب در یک دعای آرامی بی سر و صدایی بدون نمایشی مثل این ملاها و حقه‌بازا نبود، دعای خیلی صادقانه خدا خودش رو خوند و گفت قال رب انی وهن العظم، ای پروردگار استخوان‌های من دیگه پیر شده، فرتود شده، منی وشته علی الرأس شیبا، سر من مثل خرمن آتش گرفته و دیگه سفید شده موهای من، ولم اکن به دعای ربی شقی، دعای که ربی شقی. خدای من میدونی تا این سن و سال در عبادت تو، در بندگی تو من کوتاهی نکردم، درست انجام دادم. و بالاخره همین آیات خوندن که تا خداوند خب بالاخره حضرت زکریا رو خیر و رحمت رو شامل کرد. میگه تا اینکه بالاخره این آیات رو خوند و ام سلمه میگه نجاشی زد زیر گریه به گونه‌ای که تمام این ریش و صورتش اینها خیز شده بود و اون اسقف‌ها و بالاخره اون علمای دینشون و اونایی که اونجا بودن هم کشیشا همه طوری گریه کرده بودن که این کتاب‌هایی که جلوشون بود خیس شد وقتی این کلمات آیات الهی رو شنیدن. خب اینا نصرانی بودن، پیرو آیین حضرت عیسی علیه السلام بودن. بعد اینجا که نجاشی گفت بله این دینی رو که پیامبر شما آورده و اون چیزی که عیسی علیه السلام آورده از یک چراغ، از یک نور خارج شده، از یک نور خارج شده. بعد رو به امرآز کرد و رو به اون دوست امرآز کرد، گفت شما برید، قسم به خدا من اینها رو دیگه هرگز به شما نخواهم داد. ام سلمه میگه ما از پیش نجاشی رفتیم، در حالی که وقتی میرفتیم امرآز گفت من که ولتون نمیکنم،
شما رو هر طور شده برمیگردونم و اینجوری راحتتون نمیذارم. و فردا دوباره عمرو عاص گفت من میام پیش نجاشی، با نجاشی صحبت میکنم و اون خشم و غضبی که در سینه خودمون هست ما خالی میکنیم، تو نیست شما رو ول کنیم هر کار دلتون میخواد شما انجام بدید. و خلاصه میگه فردا شد، نجاشی رو به عبدالله بن ربیعه کرد که خب بالاخره ما باید بریم کاری رو فردا انجام بدیم. عبدالله بن ربیعه گفت چه کار میکنی؟ گفت نگاه بکن، اینها اعتقاداتی دارن که با اعتقادات مسیحی و نصرانی ها نمیخوره. بذار تا فردا من اونجا با نجاشی صحبت خواهم کرد و میگم که چه خبر خواهد بود و چگونه خواهد شد. و گفت چی؟ گفت اینا فکر نصرانی ها میگن عیسی پسر خداست، ولی اینا میگن نه عیسی بنده خداست و با این کار مخالفت دارن. فردا که شد عمرو عاص اومد پیش بالاخره نجاشی و فلان و گفت میدونین چی پادشاه؟ گفت نه. گفت این کسایی که تو بهشون حمایت کردی، پناه دادی، فلان دادی، در مورد حضرت عیسی مریم حرفایی رو میزنن، تهمت‌هایی میزنن، بهتان‌هایی میزنن و سخنان خیلی عجیب و غریب هست. ایشون گفت چی میگن؟ در هر صورت گفت که برو بیار از خودشون بپرس، چرا از من میپرسی؟ ببین حرفایی که میزنن چی هست. میگه غم و اندوه دیگه به ما غلبه کرده بود. وقتی ما خبر شدیم این رفته در مورد ما این مطالب رو گفتیم ما خب چی بگیم ما حالا اگر از ما نجاشی در مورد حضرت عیسی ابن مریم علیه ما سلام سوال کرد، خب ما چی بگیم؟ گفتیم که ما چیزی نمیگیم جز همون چی که پیامبر ما یاد داده، جز همون چی که آیات قرآن برای ما در این مورد نازل شده، همون رو خواهیم گفت. یک ذره پس و پیش نخواهیم کرد، چاره دیگه نداریم. خداوند خودش برای ما کمک خواهد کرد. و دوباره هم تصمیم گرفتیم که جعفر از طرف ما، جعفر بن ابی طالب، صحبت بکنه. میگه خب پیامبر خدا چی میگم، نجاشی دوباره ما رو فرا خوند، دعوت کرد، دوباره اونجا اومدیم. گفت خب ببین در مورد شما این حرفا رو میزنن، این اسقفا و بالاخره کشیشا اینا هم نشسته بودن گوش تا گوش و گفت ببینید چیه این عمرو عاص دوستش در مورد شما اینو میگن و شما میگن در مورد عیسی این رو میگیم. میگه ما تا اونجا بالاخره بودیم. عمرو عاص گفت بله بپرسید از خودشون ببینید در مورد عیسی ابن مریم چی میگن. جعفر گفت نگاه کن ای پادشاه، ای نجاشی، ای انسان عادل و حکیم، ما چیزی نداریم که بگیم جز هر آنچه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از جانب خدا به ما گفته. خب نجاشی گفت پیامبر خدا چی گفته؟ گفت پیامبر خدا ما گفته انه عبدالله و رسوله، عیسی علیه السلام بنده خداست و رسول خداست و روحه و کلمته التي القاها الی مریم، و روح و سخن خداست که خداوند به مریم عذرا چیکار کرده؟ به مریم پاکدامن خداوند چیکار کرده؟ این رو القا کرده. میگه تا نجاشی این سخن رو شنید بالاخره با دست خودش همونجوری کوبید روی زمین و اینها، گفتش قسم به خدا اون چه رو که عیسی ابن مریم برای ما آورده از جانب خدا و اون چه رو که محمد پیامبر اینها آورده به اندازه یک مو بیشتر بین ما فاصله وجود نداره. و اما از این سخن خب اون کشیشان ناراحت شده بودن چون اینا بالاخره اعتقاد دیگری داشتن. گفت شما هر چی میخواید فکر بکنید ولی این افراد به اعتقاد من در امنیت و آسایش خواهند بود. سخن اینها سخنیه که با ما چندان اختلافی نداره و برید و در امنیت باشید و اجازه نمیدم کسی به شما آسیبی برسونه، کسی به شما بالاخره براتون شرایط بدی رو فراهم بکنه. اگر کوهی از طلا هم به من بدید من نمیذارم که به هیچ یک از این افراد آسیب برسه. رو به عمرو عاص کرد و رو به اون دوست عمرو عاص کرد، گفت که اینها شما از نزد من برید و به همه گفت هر چه هدایا بهتون دادن همه هدایا رو برگردونید، ما هیچ نیازی به این هدایا نداریم. ام سلمه میگه عمرو عاص و دوستش از اونجا رفتن در حالی که دیگه دلهاشون شکسته بود و شکست خورده و ذلیل و ناامید میرفتن و ما هم دیگه پیش نجاشی موندیم در بهترین شرایط تحت امنیت و زندگی خودمون رو در این شرایط حفظ کردیم. خب ظاهرا قصه جعفر بن ابی طالب به پایان نرسید. با ما همراه باشید تا در جلسه سوم حداقل بتونیم بحث جعفر بن ابی طالب رو تموم کنیم. خدا یار و نگهدارتون.